زموږ سره د هرات د پوهنتون استاد اغاګل ولیزاده موجود دی. په ډېر درنښت اغا صاحب، اغا ولیزاده تشریف لري. هغه په هره ژبه کې شعر وایي. زموږ میلمه دی. زموږ د داسې یو مشاعرې داسې یو ادبي غونډې رامنځته چې بامیان، بدخشان، د ټول افغانستان عرض سلام و ادب دارم حضور حضرات حاضر در این حضور. برای من بسی سخت و مشکله که بخوایم در جمع اندریبان شیرین کلام سخن بتونم حرف بزنم. من ادیب نیستم و از شعر و از سروده در حد خواندن و لذت بردن فقط میفهمم. با کمال تأسف فن شعر سرودن ندارم، ولی خب بریم جای بسی افتخار و خوشحالی است که امروز بعد از تقریبا 4 سال است که انجلای وطن کردیم و مهاجر دیار غربت و هجرت شدیم و امروز واقعا بریم اول جای افتخار و عزت است که در جمعی از افغان‌های که دوباره دارم حضور پیدا میکنم و جای لذت و خوشحالی هم هست. ما 4 ساله که انجلای وطن کردیم و غریب شدیم، مهاجر شدیم، از جمع افغان‌ها و هموطن‌ها دور هستم و امروز واقعا دوباره احساس از این کردم که به افغانستان خواستم و وطن خواستم و همزبان‌ها و هموطن‌ها پردارم میگیم. خب من یک چیزی میخوایم برای دوستا بگم قبل از اینکه بخوایم شعری بگم. 4 سال است که من مهاجر هستم و وطن کردم. این 4 سال هیچ وقت اونقدر احساس هجرت، احساس غربت و احساس جدایی نکردم مگر آن لحظه و آن روزی که پرچم افتخار من توسط یک عده مزدور بیگانه اجنبی به خاک کشانده شد. او وقت من احساس غربت کردم، احساس درد کردم. لحظه بود که واقعا عشقهای من بی‌محابا بی اختیار میره و امروز دوباره واقعا یک احساس لذتی دارم وقتی من پرچم خود دوباره میبینم. جای بسی خوشی و جای بسی لذت و جای بسی افتخار و عزت که من دوباره بخوایم پرچم خود بوسه بزنم. بیرق یا پرچم ما هویت ماست، اصالت ماست، افغانی بودن ماست. این شاید یک عده تحت نام پروژه های متعدد مزدور به خاک کشاندن، در ظاهر به خاک کشاندن، در باطن در قلب های ما، نسل موعود ما و نسل های موعود ما همیشه های در شمع زیبای سرنگ زنده هست. من از دیار افغانستان هستم، از دیار شیرزنان، از دیار شیرمردان، از دیار لاله ها، از مهد تمدن، فرهنگ، ادب، دانش، علم. من از دیار سنبل ها و لاله ها، از دیار مهربانی ها، از دیار نرگس ها هستم. خوشحال هستم و افتخار دارم. شعر یاد ندارم، شعری میخونم از مرحوم استاد بزرگوار استاد خلیل الله خلیلی و امید که مایه به طبع شما عزیزان بنشیند. به نام الله عاشق. ناله به دل شد گره، راه نیستان کجاست؟ خانه قفس شد به من، حرف بیابان کجاست؟ اشک به خونم کشید، آه
به بادم سپرد، عقل به بندم فکند، رخنه زندان کجاست؟ گفت پناهت دهد، در ره آن خاک شو، آن که شدم در رهش خاک، بگو آن کجاست؟ روز به مهنت گذشت، شام به غم شد سحر، ساقی گلچهره کو، نعره مستان کجاست؟ در تف این بادیه سوخت سراپاتنم، مزرعم آتش گرفت، نم نم باران کجاست؟ موج نلرزد بر آب، غنچه نخندد به باغ، برگ نجنبد به شاخ، باد بهاران کجاست؟ خوب و بد زندگی بر سر هم ریختند، تا کند ز هم جدا بازوی دهقان کجاست؟ برق نگه خیره شد، شوق ز دل رخت بست، خانه پر از دود شد، مشعل رخشان کجاست؟ ناله شدم، غم شدم، من همه ماتم شدم، آن دل خرم چه شد؟ ببخشید، آن دل خرم چه شد؟ آن لب خندان کجاست؟ ابر سیه شد پدید، باز به چرخ سخن، اختر برج ادب، مرد سخندان کجاست؟ هم نظر بوعلی، هم قدم بوالعلا، هم نفس رودکی، هم دم سلمان کجاست؟ مرد نمیرد به مرگ، مرگ از او نامجوست، نام چو جاوید شد، مردنش آسان کجاست؟ سپاس از همه عزیزان.